سلام و عرض ادب به رفقای گرامی. امیدوارم حال دلتون خوش و خرم باشه. خوش اومدید به اولین ویدیوی یوتیوب بنده. اسم من دانیاله، لقبم هم اوپسه. 18 سالمه، 4 ماه دیگه میشم 19 سالم، فروردین دیگه. ما یوتیوب شروع میکنیم. این اولین ویدیوی دیگه. خیلی نوبم هستم، اصلا عادت ندارم با خودم توی دوربین اینجوری حرف بزنم. بعد اصلا غریبم، خیلی نوبم، بعد خیلی تمرین کنم. امیدوارم همینجوری که هستم الان منو بپذیری و اینکه با هم بریم بهتره کنیم. قضیه یوتیوبر شدن من برمیگرده به 5-6 سال گذشته. من شروعم کردم طرفای 20 تا 25 تا اگه اشتباه نکنم ویدیو درست کردم. شاید بگی چرا دیگه ادامه ندادی؟ اون موقع هم کا بود و هم اسمشو نباید می آوردم، ولی خب همون ویروس بینا و هم اینکه امکانات الانمو نداشتم، میکروفون و 2 تا مانیتور و وبکم و رینگ لایت و کیس نداشتم و واسه همین من دیگه یوتیوبو گذاشتم کنار. خیلی سختم بود. 30 تا ویدیو ولی درست کردم. طرفای 40 تا ساب یادم نیست خدایی، ولی 40 تا ساب داشتیم انگاری. خیلی دوست داشتم ادامه بدم ولی شرایط جوری بود که نشد ادامه بدم و تو سن 18 یا 19 سالگی دوباره تصمیم گرفتم یوتیوب رو شروع کنم. خیلی سخته ولی امیدوارم بتونم از پسش بر بیام. حالا قضیه این چنل چیه؟ قضیه چنل اینجوریه که هفته 2 تا ویدیو داریم. بعد مثلا میگم شنبه ریاکت داریم، پنجشنبه نه، چهارشنبه ویدیو گیم داریم که من تصمیم گرفتم این تایما ویدیوها رو بذارم. بعد تو این سالایی که یوتیوب رفته بودم من رپم شروع کردم تا الان. از اون موقع که گذاشتم کنار، یعنی 5-6 سال پیش تا الان داشتم رپمو میخوندم و ادامه میدادم اینا، که الان موقعیتش نیست که بتونم ادامه بدم. خرجای رپ، موزیک و این چیزا و اینا دیگه نمیتونم ادامهش بدم، واقعا در توانم نیست خرجایی که داره واسم. و اومدم یه دلخوشی برای خودم جور کردم. حالا 1 سال پیش، از 1 سال پیش من رپ زده شده بودم، یعنی سال 1402، الان 403. شاید شما اون موقعی که ویدیو رو ببینید 405 406. 1 سال بود من خسته شده بودم، دنبال یه راهی بودم که بتونم جبرانش کنم. 1 سال استریم رو شروع کردیم. 6 ماه تو آپارات بودیم، 4-5 ماه تو توییچ بودیم، بیشتر از 4-5 ماه، 6 ماه اونجا بودیم. قشنگ 1 سال من استریم کردم. اینجا نمیگم نتیجه نداشتم، نتیجه نسبتا خوبی گرفتم و با این کار تولید محتوا حال کردم. دوست دارم این قضیه رو گسترده تر کنم، حرفه‌ای تر ببرم جلو. همونجوری که الان مثلا وسایلاشو جور کردم، تجهیزاتشو دارم، الان راحت میتونم هم گیم بزنم هم ویدیو از خودم بگیرم. همین الانم نمیدونم معلومه تو دوربین یا نه، داشتم تنظیمات OBS واسه گیم چیزا رو میدیدم، آقای فرتاش. امیدوارم تو این مسیری که ما هستیم داریم میریم جلو، شما از من خوشتون بیاد و منم بتونم این نوبی که الان هستم در بیام توی یوتیوب. خیلی نوبم، اصلا عادت ندارم انقدر با خودم حرف بزنم. الان 7 دقیقه است دارم با خودم حرف میزنم، خیلی سخته. بعد اینکه همه چیو گفتم بهتون دیگه، چیزی نداریم برای گفتن. و دارم ادیتم یاد میگیرم. و اینکه کانال رو سابسکرایب کنید، یه انرژی به من بدید برای اولین ویدیوی یوتیوب من. ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت هم اگه دوست داشتید بذارید. واسه اولین ویدیو میخوام نظرتون رو بدونم. آقا این قضیه استریمینگ هم که بهتون گفتم، استریم یا استریمینگ فرقی نداره، جفتشون یکیه. پخش زنده یا لایو، هر چی که اسمشو شما میذارید. این قضیه هم برمیگرده به 4 سال پیش که من آقای بیگ اسموگ رو دنبال میکردم و میگفتم چقدر خفن استریم، چه ایرادی داره ما هم بیایم توش. اومدیم توی قضیه استریمینگ دیدم نه، با یه گوشی ساده نمیشه استریم کرد. بعد 14 سالم بود اون موقع. رفتیم کارگاه مادرم، پیش پدرم کار میکردیم تا بتونیم این سیستمی که الان داریم و عکسش هم براتون میذارم اینجا، مشخصاتش هم زیر ویدیو میذارم تو دیسکریپشن. اینکه من خیلی دوست داشتم ویدیو یا مثلا پخش زنده یا لایو یا استریم بذارم که تعداد نفری بیان دور هم بخندیم، هم خوش باشیم، چه ایرادی داره. ولی بردیم به در بسته، با گوشیمو استریم میکردیم اینا، دیدیم نمیشه اینجوری. موقع هم کار نمیکردیم، فقط همین کارا رو میکردیم دیگه.
مدرسه بعد طفل بودم. واسه این چیز دیگه ندارم بگم، بریم ادامه ویدیو. همین موقعی که دارم ویدیو رو رکورد میکنم همزمان دارم باهاش ادیت و زبانم یاد میگیرم. این ویدیو معرفی بود، امیدوارم خوشتون اومده باشه. حالا من زیاد نفهمیدم چی گفتم ولی تو ذهن خودم پارت بندی کرده بودم که بهتون بگم چیا رو بگم چیا رو نگم و در حد توانم بهتون گفتم و چیزی که باید میدونستید از منو بهتون گفتم. خلاصه دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه و منتظر شما هستم تا ویدیویی بعدی. شب و روزگارتون خوش.